مطمئناً این عجیب ترین پیش بینیه که با این دسته کارت میتونین یادش بگیرین. نه تنها تماشاچی یک کارت میتونه انتخاب کنه، بلکه بیش از 10 تا کارت میتونه انتخاب کنه که من تک تک اون کارت ها رو از قبل پیش بینی کردم که چه کارتایی قراره الان انتخاب کنه و اینجا جلوی دوربین گذاشتم و اینجا جلوی چشم تماشاچی گذاشتم و به اینا تا آخر اجرا دست نمیزنم. تو این ویدیو اول اینو اجراش میکنم، بعدش اینو به شما آموزش میدم. خب بچه‌ها، کارت ها رو باز میکنیم و از تماشاچی میخوایم که یه تعداد کارت رو انتخاب کنه و برداره. مثلا تماشاچی این تعداد کارت رو انتخاب میکنه و برمیداره، منم مثلا این تعداد کارت رو برمیدارم و حالا اینا رو با هم دیگه تماشاچی هر کدوم که دوست داشت برعکس میکنه و اینا رو بر میزنه. خب حالا تماشاچی یه تعداد کارت دیگه انتخاب میکنه و اینا رو همینجوری بر میزنه و دوباره تماشاچی مثلا این تعداد کارت انتخاب میکنه و اینا رو با هم دیگه بر میزنه و مثلا این تعداد کارت انتخاب میکنه، اینا رو با هم دیگه بر میزنه و همین جوری که میبینین همه رو چپ راسته با هم دیگه بر میزنن اینا رو و یه بر شونه ای هم میزنیم. کلا هر چی تماشاچی دل بخواهیه، هر چقدر تعداد کارت که دوست داره انتخاب میکنه و اینا رو به صورت برعکس، صورت، پشت با هم دیگه بر میزنیم و همین جوری که میبینین یه تعداد کارت به پشت، یه تعداد کارت به صورته و الان نوبت میرسه به پیشبینی که ما انجام دادیم. خب یکی از این برگه ها رو باز کنیم ببینیم که پیشبینی چه گفته. گفته که 23 عدد کارت به پشت است. بریم ببینیم که اولین پیشبینی ما درسته یا نه. خب 1 2 3 19 20 21 22 اینم 23. خب این کارت ها دیگه نیازی نداریم. خب پس اولین پیشبینی ما درست از آب در اومد. بریم ببینیم که پیشبینی دیگه ای داریم یا نه. خب اینجا گفته که 14 عدد از کارت ها قرمز هستن. خب ببینیم که 14 تا قرمز داریم یا نه. 12 13 و 14. خب و پیشبینی بعدیمون چی هستش؟ این 14 تا قرمز گفته که همه کارت های دل زوج هستن. خب اینجا چند تا دل داریم؟ دلا رو بکشیم بیرون. دل دل دل، اینم دل و این دوتا هم دل هستن و ما بقیه خشت هستن که بینا هیچ نیازی نداریم. گفته که همه دل ها زوج هستن. زوج 6. زوج 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 و یک کارتمون فرد هستش. خب بریم ادامه پیشبینی. حالا یک اشتباه، این 5 دل رو یادتون باشه تا الان یک اشتباه داشتی. خب بعدی گفته که داخل دست کارت رو ببین، منظورش این جعبه کارت دیگه. خب من این جعبه کارت رو باز میکنم، این نوشته اینجاست، گفته بجز این یک کارتی که اینجا هست و من برمیدارم. خب ببینید هیچ کارت دیگه ای نیست اینجا و یک کارت رو پیش بینی کردم که همه کارت ها زوج بودن بجز 5 دل. خب پس ما هیچ اشتباهی اینجا نداشتیم و تمام کارت هایی که تماشاچی انتخاب کرد و ما بر زدیم و تشخیص دادیم که پیش بینی کردیم که چه کارتایی هست. اگه اجرای این شعبده رو دوست داشتی و میخوای آموزش این شعبده رو ببینی، لطفا این ویدیو رو لایک کن. لایک کردن تو خیلی به دیده شدن من کمک میکنه. و ببینیم بچه‌ها، ما هر یک شنبه آموزش شعبده با این دسته کارت داریم و هر 4 شنبه
من یک بازی خیلی خفن از 0 تا 100ش به شما آموزش میدم. هر بازی که میشه با این دسته کارت یادش بگیریم. پس یک شنبه ها و 4 شنبه ها رو یادتون نره، ساعت 8 شب همیشه ما ویدیو داریم. خب بریم سراغ آموزش این شعبده و این پیشبینی خیلی خفن. بچه ببینین، واسه انجام این شعبده شما قبل از اجرای شعبده باید دسته کارتتون رو یه جوری بچینین. الان بهتون میگم که باید این چینش چجوری باشه. حالا فرض کنین دقیقاً به ترتیب همین چیزهایی که من پیش بینی کردم تو این ویدیو میخواین اجراش کنین. خب این قابل تغییره، هر جوری که این برگه ها رو بنویسین اینا هم همین جوری بچینین. خب الان فرض بر این بگیرین که میخوام دقیقاً همین شعبده‌ای که اولی ویدیو اجرا کردم و دقیقاً شبیه به همین اجرا کنین. خب دقیقاً برعکس همین پیش میریم. اینجا گفته بودم که همه کارت های دل زوج هستن، میریم کارت های زوج دل رو جدا میکنیم. خب مثلا 10 دل، 4 دل، 8 دل، 2 دل و 6 دل. این تمام کارت های عدد زوج ما هستن. خب و الان یک 5 دل هم اینجا جدا میکنیم که مثلا 5 دلی که میره توی این دسته کارت. خب الان یه 5 دل دیگه هم میذاریم بره توی این دسته کارت. اگه 5 دل دیگه ای ندارین، همین پشت مثلا نوشتم بجز، پشت همین مثلا بنویسین 5 دل. خب اینو میذارین توی دسته کارت. برعکسش گذاشتم، اینجوری میذارین توی دسته کارت و اینو میبندیم. و کارت های زوج دل هم جدا کردیم. و بعدی چی گفته؟ گفته که 14 عدد از کارت ها قرمز هستن. خب ما اینجا چند تا کارت قرمز داریم؟ 1 2 3 4 5 6. پس ما باید 8 تا کارت قرمز دیگه هم جدا کنیم. خب 7 8 9 10 11 12 13 و 14. خب این 14 تا کارت قرمزمون. و کارت بعدی چی گفته؟ 23 عدد کارت به پشت است و مجموعاً اینا با مشکی باید بشه 23 تا. 14 تا اینا، پس 9 تا بعد کارت های مشکیمون باشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. و این چینش ما. خب الان این دسته کارت یکم بر بزنم که دیگه همه قرمزا و مشکی ها کنار هم دیگه نباشن و بعد دیده نشه. خب یکم دیگه بر بزنیم و الان یه کارت نشونه بینشون بذارین. مثلا این تک پیک رو من میذارم اینجا و تک پیک مرز بین کارت های چیده شده و کارت های معمولی هستن و اینا رو به همین صورت ببینین. ذهنخوانی عجیب. این بالا 23 عدد کارت اینجا و 14 عدد از کارت ها قرمز هستن بره زیر و اینم اینجا و اینم اینجا. ترتیبشون اینجوری هستش و اینا رو مثلا من میذارم جلوی دوربین که اینا تا آخر ویدیو میگه مثلا تماشاچی ببینه. و الان کارت ها رو مثلا من باز میکنم. این تک پیکی که ما گذاشتیم اینجا هستش. بذارین یه جور دیگه باز کنم که قشنگ ببینین. خب این تک پیک که مرز ما بود اینجا هستش. خب الان اون تعداد کارتی که تماشاچی میخواد برداره فقط باید این ور تک پیک باشه. شما چجوری بهش باید فورس کنین اینو؟ ببین که یه تعداد کارت از اینجا انتخاب کن. خب از اینجا مثلا میاد این تعداد کارت رو انتخاب میکنه. حتی میدونین کارت رو این ورم بگیم تماشاچی انتخاب کنه، میگیم که یه تعداد کارت از اینجا انتخاب کن، مثلا این تعداد کارت انتخاب میکنه. خب و بذارید من بقیه کارت ها رو جمع کنم. اینا رو اگه خواستین جمع کنین یه جوری جمع کنین که ترتیب کارت ها به هم نخوره. خب و الان مثلا میاد کارت های خودش رو یادت باشه، کارت های خودش، اون کارت های معمولی ها رو میاد برعکس میکنه و بر میزنه. اینجا فقط یادتون باشه که کارت های معمولی ها برعکس شدن. خب کارت های معمولی ها کدوم ها بودن؟ کارت هایی که این ور تکی پیک بودن برعکس شدن. و الان مثلا یه تعداد کارت دیگه انتخاب میکنه. خب میگیم مثلا از این ور یه تعداد کارت انتخاب کن، مثلا اینا رو انتخاب میکنه. کارت های معمولی ها برعکس بودن، اصلا به صورت بر میزنین اینا رو برعکسش میکنین، هیچ فرقی نمیکنه. واسه اینکه همیشه این وریا رو برعکس نکنین میگم ها، میتونین بچرخونین اینا رو مثلا به صورت بر بزنین. الان یه تعداد کارت از اینجا میگیم انتخاب کنه و اینا رو چیکار میکنیم؟ اینا رو برعکسش این بار باید بکنیم دیگه، درسته؟ چون اینو برعکسش کردیم. و اگه اینو برعکس کنیم اینا رو بعد به صورت بر بزنیم. اوکی؟ و اینا رو بعد به پشت بر بزنیم.
خب اینا رو هم به صورت، اینا هم به پشت. من فقط اینجا رو بهتون توضیح دادم که این روند رو باید چجوری انجامش بدین. الان در ادامه بهتون میگم که باید چه کار کنین که تماشاچی از اون جایی که میخواین کارتا رو برداره نیاد مثلا از لب مرزتون برداره، هم تکی پیک رو برداره با این ور اون وریاش، اینجوری برداره کارتون خراب میشه. الان اینا رو دیگه هر چقدر بر بزنین، بر شونه‌ای بزنین، کار خودتون رو انجام دادین. کار ما چی بود که 23 عدد کارت به پشت است. ما کارت ها رو باز میکنیم ببینیم تکی پیک رو میبینیم یا نه. خب تکی پیک همین جوری که میبینین اینجاست. پس ما باید چیکار کنیم وقتی به پشت باشه؟ میخوایم کارت ها رو بشماریم، کارت ها رو برمیگردونیم. الان اون تکی پیک به پشته، پس اون پیش بینی ما درسته. خب حالا برگر رو باز میکنیم، 23 عدد کارت به پشت، 1 2 3 22 و 23. حالا بقیه‌شو انجام نمیدم دیگه. خب الان دیگه همون 14 تا کارت قرمزن و همه مثلا کارت‌های دلزوجن جز همون 5 دل دیگه، همش درسته. بریم اونجایی که بذار من تکی پیک رو جدا کنم بیاد اینجا. بریم اونجایی که گفتم که نباید از اون لب مرز انتخاب کنه. خب کجا باز کنم قشنگ تو دوربین ببینین؟ خب الان تقریبا همه کارتا رو دارین میبینین. خب لب مرزمون اینجاست. گفتم که به تماشاچی بگین از این قسمت یه تعداد کارت انتخاب کنه. واسه این که از اینجا انتخاب نکنه اینجوری هدایتش میکنیم به اینجا. از اینجا فرض کنه انتخاب میکنه. خب میگیم حالا از این قسمت انتخاب کنه، از اینجا انتخاب میکنه. خب الان اینا رو حالا میگیم مثلا با هم دیگه بر میزنه و الان بخوایم دوباره از اون جای تکی پیک بر نداره دوباره اینا رو ببندیم، دوباره اینجوری باز کنیم که فاصله داشته باشه. خب تکی پیک وسطه، میگیم حالا از اینجا یه تعداد کارت انتخاب کن، بعد از اینجا انتخاب میکنه و همینجوری تکرار میکنین و دوباره هم میتونین کنین. کارت ها رو اینجوری جمع نکنین، قاطیشه ها اینجوری جمع کنین، حالا اینا اینجا میره بالا، دوباره باز میکنین، میگین الان دوباره انتخاب کنین، یه جوری باز کنین تکی پیک همیشه وسط باشه و از آخر ببینید. خب دیگه اون آخراش دیگه شما بردارین. مثلا این تعداد کارت کمون دیگه شما انتخاب کنین. خب میگین مثلا اینا به پشت، اینا به صورت، اینا رو شما بر میزنین. اوکی؟ و اینجوری شعبده‌تون هیچ موقع خراب نمیشه. خب اگه این شعبده رو دوست داشتی و میخوای شعبده‌های دیگه یاد بگیری، بهت پیشنهاد میکنم حتما این 2 تا ویدیو که این بالا میذارم رو ببینی و اگه میخوای شعبده‌های جدیدی که میذارم و از دستش ندی، حتما اگه کانال رو سابسکرایب نکردی کانال رو سابسکرایب کن. ما هر یک شنبه آموزش شعبده داریم با این دسته کارت و زنگوله کنارش هم بزن که اولین نفری باشی که ویدیو شعبده منو میبینی. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.